سلام، امروز اومدیم با 6 از قوی ترین میوه‌های شیطانی وان پیس. گزینه 6 گورونومی به معنای صدای رعدآور که توسط انل خورده شده که لوفی با اینکه یه دونه میوه شیطانی داره نزوک مثل از پسش بر اومده. گزینه 5 میوه یامی نومی توسط مارشال دیتیش خورده شده. گزینه 4 واگو نومی که تو جنگ بزرگان آکاینو ازش استفاده کرده که تونسته ایس رو شکست بده و میتونه ایس رو بکشه. ایس هم که برادر لوفیه که همه میشناسیمش، که لوفی هم نتونسته آکاینو رو شکست بده. آکاینو یکی از ادمیرال هست. گزینه 3 میوه ریس سفید هستش، گورونومی که توسط مارشال دیتیش